در اقدامی بسیار عجیب استاد ایرج طهماسب در هفته‌ای که گذشت ناگهان شیلنگ انتقاداتشون رو به سمت بنده گرفتن. من چقدر منتظر این لحظه بودم. خسته شدم انقدر با ابوطالب و علیزیا و اینا درگیر بودم. دنبال کله گنده من میخوام درگیر شم. در واقع منو کرد تو تشت انتقاد رو در آورد. از بالا تا پایین منو انتقاد کرد بهش. انتقاد مال کرد واقعا منو. ایشون گفتن که مصاحبه های جدید فلانی. میتونی سی صدام کنی آقا. موضوعش تخریب شخصیت شماست. موضوعش که تخریب شخصیت شما که نیستش که. بله توش تخریب شخصیت شما اتفاق میافته، ولی خیلی محدود در لحظاتی از برنامه. موضوعش تاکشوی سرگرم کننده است. یه جاهاییش هم تخریب شخصیت نمیشه. اینجوری بخواد اغراق کنید فایده نداره. ایشون گفتن یک مدل احمقانه و تقلیدی آمریکایی است. آقای طهماسب شما 40 سال 50 ساله که تجربه دارید توی این کار، استادید واقعا. در این حد باید بدونید که این کاری که ما میکنیم یک مدل احمقانه و تقلیدی بریتانیایی است، نه آمریکایی. احمقانه و تقلیدی هست ولی بریتانیایی. هیچ صمیمیتی در آن وجود ندارد. شما پشت صحنه ما رو دیدی؟ کلا شما و موضوع زندگی شما خنده‌دار و احمقانه است. منو میگی؟ چرا یهو از کجا فهمیدی؟ چرا باید این جمله درست یهو وسط این گزاره ها باشه؟ بله زندگی من احمقانه و خنده‌داره، ولی چرا باید شما یهو بیا اینو تو این استوری وسط دعوا بگی؟ بعد گفته به شما هر میخندن. هر که نه، من خیلی واقعا ملو میخندم. یعنی شما برنامه رو که نگاه کنی مثلا مهمون یه چیز خنده‌دار میگه، مثلا من میگم من که هر میخندم. خیلی اصلا دندونای من شما تا الان دیدی؟ کسانی مشکوک که پول برنامه را دادن. برنامه ما مشکوکه؟ این دیگه واقعا برای من عجیبه. پول مشکوک کجا بود؟ معمولا یه نفر با یه شماره خارجی به من زنگ میزنه میگه آقا یه برنامه احمقانه و تقلیدی آمریکایی میخوام. منم بهش میگم اون پولا رو دلار میکنه میندازه توی صدلاشخالی بغل اتوبان. من میرم از اون صدلاشخال با کیسه زباله پولا رو دلار رو برمیدارم میام خرج برنامه میکنم. کجای این مشکوکه؟ واضح و مبرهنه. پولای شما مشکوکه که سر تا تهش معلومه چیه.